کنار استیک بعد یه آبجویی البته با عرقیجات با بیدمشک انتخاب کردیم بچه. لیوانتون سرش خیس میکنی میمالید اینجا، یک مقدار به اندازه باید یه ذره نمکش زیاد باشه. آب لیمو رو میچکونید این تو. لیمو بعدی هم میچکونید. آب لیمو بعدی هم میچکونید این تو. تمام. نمک رو چرا اول زدیم؟ با آب لیمو میکسش میکنید. بعد آبجو مالت حتما باشه، 0% آقا، حرف در نیارید. یواش از این بغل میریزید این تو. یه آبجو نمکی لیمویی مشتی خدمت شما. یه جلو بچسبون بهش، بزن بهش. سلامتی خودتون.